اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز پنجشنبه. سخنگوی امارت اسلامی مولوی ذبیح الله مجاهد میگوید بر اساس حکم عالی قدر امیرالمؤمنین حفظه الله به منظور انسجام بهتر امورات معین استراتژیک استخبارات وزارت دفاع ملی کشور به حیث والی ولایت قندهار تعیین گردید. نماینده چین در امور افغانستان میگوید اکثر اشتراک کنندگان در نشست دوحه خواستار رفع تحریم ها بر امارت اسلامی و آزادسازی پلهای منجمد شده افغان ها بودند. وی می افزاید آمریکا و کشورهای ناتو که سالها در افغانستان بودند اکنون باید مسئولیت خود را در بازسازی این کشور ادا نمایند. سوم ماه می که مصادف است با روز جهانی آزادی مطبوعات، از این روز در وزارت اطلاعات و فرهنگ با حضور مسئولین رسانه‌های داخلی و خارجی و خبرنگاران تجلیل به عمل آمد. در ولایت قندهار مسجد به نام امیرالمؤمنین حفظه الله ساخته و به بهره برداری سپرده شده است. بعد از 20 سال کار بازسازی شاهراه بزرگ کابل قندهار آغاز شد. مسئولین ریاست زراعت ولایت هلمند میگوید امسال باغ‌های شفتالو در 500 جریب زمین در آن ولایت ساخته شده است. وزارت مالیه میگوید مسئولین ریاست گمرک تورخم مقدار مواد انفجاری را که در یک موتر تجارتی با بسیار مهارت جاسازی شده بود و به گونه قاچاق وارد کشور میشد کشف و ضبط نمودند. اداره ملی غذا و دوا میگوید یک لابراتوار ارزیابی کیفیت مواد غذایی با هزینه $250,000 آمریکایی در قندهار ساخته و به بهره برداری سپرده شد.